گرده گل یک محصول طبیعی است که شامل گرده گیاهان، بزاق زنبور و شهد می شود. خواص آن به دلیل مواد انرژی زای آن بسیار زیاد است. از مهمترین فواید آن می توان به تقویت قدرت باروری در زنان و مردان، افزایش انرژی در ورزشکاران، تقویت سیستم ایمنی و کمک به حفظ سلامت قلب و مغز اشاره کرد. گرده گل به دلیل وجود اسیدهای آمینه، ویتامینها، لیپیدها و بیش از 250 نوع ماده فعال مورد توجه علم پزشکی قرار گرفته است. مهمترین فواید گرده گل: کاهش التهاب معده و روده، کمک به گوارش بهتر غذا، کمک به کاهش علائم سوزش سردل، حفظ تعادل باکتری‌های روده، بهبود سیستم گردش خون، تنظیم سطح چربی بدن، افزایش متابولیسم بدن، افزایش استقامت بدنی و چندین خواص مهم دیگر از جمله خواص گرده گل هستند. البته موارد منع مصرف هم دارد که به واکنش‌های آلرژیک مربوط می شود. در پایان ممنون می شویم اگر پست ما را لایک، ذخیره و برای دوستان ارسال کنید و در رشد و ارتقای پیج ما را یاری دهید. در ضمن ما را از نظرهای قشنگتان محروم نکنید. زندگیتان به زیبایی و تراوت گل.